سلام به شما شنونده عزیز. امروز میخوایم یه نگاه عمیق بندازیم به دیدگاه‌های رابرت کیوساکی درباره پول و ثروت، مخصوصاً بر اساس یه ویدیوی جدید ازش. هدفمون اینه که ببینیم اون چی میگه درباره باورهای رایج مالی که شاید تو مدرسه درست یاد نگرفتیم. یه ادعای خیلی جنجالی هم داره، میگه سیستم آموزشی اصلاً عمدن نمیذاره ما سواد مالی پیدا کنیم. خب بیاین یکم بازیش کنیم این بحثو. دقیقاً. ببین این نگاه کیوساکی که تو کتاب معروفش پدر پولدار پدر بی پول هم خیلی روش تاکید کرده، اساساً دنبال یه راه دیگه است برای پول درآوردن، یعنی خارج از اون مسیر سنتی کارمندی و پسنداز و این چیزا. حرفش اینه که پولدارای بازی دیگه‌ای میکنن که قوانینش رو به بقیه یاد نمیدن. این که میگه مدارس عمدن ما رو کارگر نگه میدارن، یعنی چی؟ یکم تند نیست این حرف؟ هدفشون چیه از این کار به نظر اون؟ خب ببین استدلالش اینه که سیستم آموزشی ما رو افرادی اداره میکنن که خودشون اغلب تجربه مستقیم ثروت آفرینی رو نداشتن، کارمند بودن. کیوساکی بهشون میگه معلمای تقلبی. در مقابلش میگه باید از کسایی یاد گرفت که خودشون اون راه رو رستن، یعنی تو عمل موفق بودن. اونا به قول خودش دانش درونی دارن. از نظر کیوساکی سیستمی که الان هست اون دانش مالی واقعی که پولدارا استفاده میکنن رو یاد نمیده، چون اصلا طراحی شده که کارمند تربیت کنه. آها، و این نگاه منتقدانش به خود پول هم میرسه، درسته؟ اون قضیه سال 1971 و اینکه نیکسون پشتوانه طلا رو از دلار برداشت. میگه از اون موقع دلار دیگه پول واقعی نیست، یه جور پول تقلبی یا بدهیه. خب اگه اینجوریه پس دیگه چرا پس اندازش کنی؟ دقیقاً. سوال همینه. کیوساکی میگه چرا ما باید جون بکنیم، کار کنیم برای چیزی که دولت‌ها میتونن همینجوری بدون محدودیات چاپش کنن. پشتوانه واقعی هم که نداره. اینجاست که میرسه به اون اصل معروفش که ثروتمندا برای پول کار نمیکنن. اونا دنبال اینن که یه سیستمی بسازن که پول براشون کار کنه، چون خود اون پول کاغذی از نظر کیوساکی ارزش ذاتی پایداری نداره. خب این دقیقاً وصل میشه به تعریف خیلی خاصش از دارایی یا بدهی، چون معمولا ما فکر میکنیم مثلا خونه یا ماشین داراییه دیگه، ولی اون یه چیز دیگه میگه. آره، تعریفش خیلی جالبه و فقط روی یه چیز تمرکز داره، جریان نقدی، یعنی پول کجا میره. خیلی ساده میگه اگه یه چیزی پول میاره تو جیبت اون داراییه، اگه پول میبره از جیبت بدهیه. تمام. پس طبق این تعریف خونه‌ای که توش زندگی میکنیم یه بدهیه، چون داری براش قسط میدی، مالیات میدی، خرج نگهداری داری، پول داره از جیبت میره بیرون. دارایی از نظر اون مثلا یه آپارتمانیه که اجاره دادی و هر ماه پول میاد تو حسابت. فهمیدن همین تفاوت ساده به نظرش پایه سواد مالیه. خب فهمیدیم باید دارایی جمع کنیم که پول بیاره. حالا این پول از کجاها میاد؟ کیوساکی 3 راه براش میگه، مگه نه؟ درسته. 3 نوع درآمد رو مشخص میکنه. یکی درآمد اکتسابیه، یعنی همون حقوقی که از شغلت میگیری. دومی درآمد پورتفولیوه، مثلا سودی که از خرید و فروش سهام یا اوراق بهادار در میاری. و سومی که خیلی روش تاکید داره درآمد غیر فعاله، مثل اجاره خونه، سود سهام یا درآمد یه بیزنسی که دیگه لازم نیست خودت مستقیم توش کار کنی. چرا اینقدر این درآمد غیر فعال مهمه براش؟ مالیات. حرفش اینه که قوانین مالیاتی کلاً به نفع درآمد غیر فعاله. یعنی کمترین مالیات رو داره، گاهی وقتا حتی 0. میگه بزرگترین خرج ما تو زندگی مالیاته و پولدارا با تمرکز روی همین درآمد غیر فعال و استفاده از قوانین این خرج رو به حداقل میرسونن. این یه جور استراتژی اصلیشونه. و میرسیم به اون بخشی که شاید از همه عجیب‌تر باشه، نگاهش به بدهی، یعنی وام و قرض. ما معمولاً ازش فرار میکنیم ولی اون انگار نه. حتی خودش میگه 300 میلیون دلار بدهی گرفته. چطور ممکنه بدهی خوب باشه؟ آها، اینجا اون فرق میذاره بین بده خوب و بده بد.
بده بد اونه که برای مصرف خرجش میکنی، مثلا وام میگیری، ماشین میخری یا میری سفر. این فقط هزینه است. اما بده خوب از نظر کیوساکی بدهیه که باهاش یه دارایی پولساز میخری، مثلا همون 300 میلیون دلار رو وام گرفته که باهاش املاک یا بیزینس بخره. دارایی هایی که درآمد غیر فعالشون بیشتر از قسط اون وام باشه. تازه کلی هم مزیت مالیاتی دارن. یعنی داره از پول بانک استفاده میکنه که پولدارتر بشه. واقعاً یه جور دیگه‌ای باید به بدهی نگاه کرد پس. همون که خودش میگه به جای اینکه بگیم نمیتونم بخرمش، بپرسیم چطوری میتونم از پسش بر بیام. دقیقاً این سوال چطور میتونم خیلی مهمه. ذهنت رو از حالت نمیشه در میاره، مجبورت میکنه دنبال راه بگردی، یاد بگیری. کیوساکی میگه اصلاً همین شکست خوردنا، مثلا میری وام بگیری بهت نمیدن، اینا خودش بخش مهمی از یادگیری مالیه. پرسیدن چطور استارت پیدا کردن راه حله. خب پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از حرفای کیوساکی که امروز بررسی کردیم، میگه به آموزش‌های مدرسه شک کنیم، فرق دارایی و بدهی رو با جریان نقدی بفهمیم، روی درآمد غیرفعال تمرکز کنیم تا مالیات کمتر بدیم، از بدهی خوب نترسیم و به عنوان ابزار استفاده کنیم و از همه مهمتر اون ذهنیت چطور میتونم رو داشته باشیم. درسته؟ کاملاً. و شاید یه نکته آخر برای فکر کردن. کیوساکی یه حرف جالب دیگه هم داره. میگه فقر فقط بیپولی نیست. گاهی یه طرز فکره که به ارث میرسه. یعنی باور به این که ما نمیتونیم، از پسش بر نمیاییم. شاید بزرگترین مانع همینه. چقدر از وضعیت مالی ما به خاطر اینه که اصلا اون سوال چطور میتونم رو از خودمون نمیپرسیم. یه تلنگره که به اون گفتگوی ذهنی خودمون در مورد پول یه نگاه دوباره بندازیم. ببینیم داریم به خودمون میگیم نمیتونم یا میپرسیم چطور میتونم.